خب این کریمه. کریم کلن یه گربه عجیب غریبه. از وقتی کوچیک بود اومد پیش من، از سر و کوله من بالا میرفت و کلی دلبری میکرد با اون چشای مظلومش. فوق‌العاده شیطون و مثل اسب یورتمه میرفت و خسته میشد و میخوابید. کریم همکار من بود و کلن تو کار به من کمک میکرد، ولی خیلی زود خسته میشد. به این حال و روز میافتاد و دوباره شروع میکرد شیطونی کردن و بازی کردن. کلن موجود عجیبیه و خیلی به من وابسته است و رو من میخوابه، تا اینکه یه بار به خودش اومد و فهمید که بالغ شده. این یعنی چی؟ واسه یه گربه بالغ شدن یعنی چی؟ نظر خودت چیه؟ تا اینکه ما فهمیدیم یه نینی کوچولو عین خودش و یه نینی کوچولو شبیه کیه؟ این به کی رفته؟ خب معلومه به مامانیش.